درود بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. روحانی که در ختلان مانع رقص و سرود شده بود به افراطگرایی ایبدار شده است. در ناحیه وخش با شیوه نو نقشه دعوت جوانان را تمام کردند. روزنامه‌نگار دیگری تاجیک را با عضویت در سازمان‌های ممنوع ایبدار کردند. از خاک لبنان به اسرائیل حمله کردند و اسرائیل پاسخ داده است. نظامیان اوکراین میگویند نبردها در گرد و اطراف شهر شرقی بخموت ادامه دارند. به قول آنها در 24 ساعت گذشته بیش از 40 حمله نیروهای روسیه به عقب پرتافته شد. در همین حال حکومت ایالات متحده آمریکا افشا شدن معلومات درباره نقشه‌های ارسال کمک‌های نظامی آمریکا و ناتو برای اوکراین را تحقیق می‌کنند. صبح 7 اپریل ستاد کل نیروهای اوکراین خبر داد که برخوردها در کنار شهرهای لیمن، بخموت، اودیفکا و مارینکا جریان دارند. شام 6 اپریل سخنگوی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا سابرینا سینگ گفت واشنگتن نشر معلومات پنهانی درباره انتقال سلاح به اوکراین و اطلاع مخفی درباره بتالیون‌های اوکراین را تحقیق می‌کند. کارشناسان نظامی میگویند ظاهراً بعضی سندها تحریر شده، از جمله خسارات جانب اوکراینی بیشتر و خسارات جانب روسیه کمتر نشان داده شده است. روحانی که در توی برادرزادش در ناحیه کوشانیان مانع رقص و سرود شده بود به دعوت به افراطگرایی متهم شده است. پرونده عبدالحنان منانوف 51 ساله را برای محاکمه به دادگاه ولایت ختلان فرستادند. دو منبع رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی روز 6 اپریل گفتند پرونده روحانی 3 ماه باز تفتیش می شود و خودش در بازداشتگاه موقتی است. نظر نزدیکان روحانی به اتهام معلوم نیست. ماه ینور امسال در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که یک روحانی مانع رقص و سرود در حولیه شده با لحن تند مهمانان را میراند. نواری دشنام به مهمانان و راندن مردم از خانه برای رقص و بازی خشم کاربران را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بسیاری ها رفتار او را تنقید کردند. وزارت کارهای داخلی روز 27 ینور گفته بود که روحانی عبدالحنان منانوف جشن عروسی جیانش را در جماعت مهنت آباد ناحیه کوشانیان به هم زد. منانوف در برنامه گفت از عصبانیت چنین رفتار کرد و امید دارد مردم او را میبخشند. مقامات ولایت ختلان خبر دادند که ناحیه وخش نقشه دعوت جوانان به صف ارتش را پرره اجرا کرده است. وخش از جمله ناحیه‌های در تاجیکستان بود که امسال با شیوه نو جوانان را به ارتش جلب کرد. در خبرنامه رسمی روز 7 اپریل حکومت ختلان خبر داد که در این ولایت بیش از 34% نقشه دعوت به انجام رسیده است. ناحیه‌های فرخار و دنغره نیز از کمترین ناحیه‌ها در این ولایت بودند که تعداد معین جوانان را به ارتش فرستادند. دعوت به ارتش رسما در تاجیکستان 1 اپریل آغاز شد. رادیو آزادی از طرز نوی جلب جوانان به ارتش در ناحیه وخش گزارش داده بود. مقامات این ناحیه در داخل تاقی ورقه ها را با علامت جمع و طرح گذاشته از ساکنان خواهش می‌کردند که آنها را بیرون کنند. اگر کسی علامت طرح بیرون کند فرزندش از خدمت آزاد است و اگر رقم جمع برآید باید به هر راه پسرش را به ارتش فرستد. این طرز جلب جوانان که آن را قرعه کشی نیز مینامند در ناحیه‌های دیگری تاجیکستان هم رسم شده است. حضور والدان در جریان آن حتمی است. آن که پسرش در روسیه است و علامت جمع گرفته باید فرزند خود را به وطن بیاورد. حالا در سغد و رشت و ختلان از فشار به والدان و با شیوه‌های مختلف صحبت می‌کنند. در اسفره برخی ساکنان را خاموش کردند و برخی مسجدها را بستند. این را ساکنان همچون یک راه فشار برای فرستادن جوانان به ارتش می‌دانند. حامیان حقوق این فشارها را خلاف قانون و نامؤثر نام بردند. وکیلان قرغیز پیشنهاد کردند که به پدافیل‌ها یا آنهایی که کودکان را آزار جنسی می‌دهند جزای قتل داده شود. اکثر وکیلان پارلمان قرغیزستان از این پیشنهاد جانبداری کردند. پیشتر پیشنهاد شده بود که پدافیل‌ها را اخته کنند. چرا در قرغیزستان این موضوع جدی شده است؟ در برنامه اخباری آزادی ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت تاجیکستان گزارشی داریم که تماشا کنید. صبح 7 اپریل اسرائیل به هدفها در لبنان و منطقه غزه حمله‌های جوابی راه اندازی کرد.
پیش از آن قلمرو اسرائیل مورد موشکباران قرار گرفته بود که در آن گروه اسلامی حماس گمانبر دانسته می شود. اسرائیل اطلاع داد که هواپیماهای جنگی 10 هدف را در منطقه زیر نظارت حماس و از جمله اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان را آتشباران کرده است. حماس حمله اسرائیل را با لحن شدید محکوم کرد. یک مقامدار لبنانی به خبرنگار ریترز گفت که حمله اسرائیل بی تلفات بود. خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک با عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر شده است، ولی فاضلوف در بازپرسی‌ها اتهام را رد کرده گفته است تنها در دایره قانون فعالیت روزنامه‌نگاری داشت. این روزنامه‌نگار تاجیک اول ماه مارس امسال از سوی ماموران کمیته امنیت ملی در شهر پنجکند بازداشت شده بود. دلافروز صمدووا وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صفحه فیسبوکیش نوشته است نسبت این روزنامه‌نگار با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پرونده باز شده است. این بند قانون که چند روزنامه‌نگار دیگر هم به آن متهم شدند از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. با نوشته وکیل دفاع خورشید فاضلوف عضویت در همه سازمان‌های ممنوع را رد کرده گفته است فعالیتش در دایره قانونگذاری و سیاست کشور بود. وکیل دفاع نوشته است خورشید فاضلوف در آغاز با اتهام اطاعت نکردن به امر کارمند نهاد قدرتی بازداشت می شود. با او گفتند که تلفنش را دهد آنها تفتیش کنند، ولی او راضی نشده است. در اول او را برای این 5 روز حبسی مأموری کردند، ولی بعداً او مجبور شده است که تلفنش را گشوده به آنها دهد. مقامات درباره قضیه خورشید فاضلوف رسما چیزی نگفتند. دلیل آنها برای اعلان اتهام معلوم نیست. این روزنامه‌نگار از بازداشت خودسرانه، رعایت نکردن دخل ناپذیری شخصی و مجبوراً نشانداد دادن علیه خود به دادستانی ولایت سوخت شکایت کرده است. فاضلوف 8مین روزنامه‌نگار است که در یک سال اخیر در تاجیکستان بازداشت شده است. و در پایان برنامه نگاه و قرب سامانی در برابر اسعار خارجی. بانک ملی تاجیکستان برای روز 7 اپریل قرب 1000 روبل روسی را 135 سامانی مقرر کرد. قرب روبل در یک هفته اخیر 5 سامانی پایان رفته است. این بانک قرب 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 درهم و 1 یورو را 11 سامانی و 88 درهم مقرر کرده است. ممکن است پول شما را در بانک‌های تجارتی با قرب دیگری عوض کنند. برنامه به پایان رسید و شما را ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی انتظار